این همه توضیح دادم پس چی؟ من توضیح میخوام چیکار؟ من پول میخوام. چیه؟ بیا. 1000 تومان مجید کجایی؟ واقعا یاد کار نگیسه خراب شده بریم. کجا میری حالا؟ برم پس بدم اینو. صبر کن ببین چشه دقیقا؟ بابا خرابه، خط میندازه، همین الان خریدم. خراب نیست. بیا تا بهت بگم. سالمه. این چی بود؟ از کجا اومد؟ بابا من میگم این خط میندازه، باز میگه نه برو کار کن. میرفتم پولشو میدادم، بستنی میخریدم، همه با هم میخوردیم. نگاه کن چند بار ضبط کردیم ویدیو رو. بابا این باز خط میندازه که کجا رفتی؟ آقای نوری! خط میندازه که بابا بیا مال خودت هستن. خط میندازه ببینم. واقعا خط میندازه. تا الان چی میگفتم پس؟ بده برم پس بدم. نه میخوام بهت بگم چیکار بکنیم که کاردک لیسه‌ای که نوعه یا موقعی که خرابه درست بشه. چیکار کنیم؟ بهت میگم دیگه الان. بگم. بگو. حرف مجیدم بچه‌ها کاملا درسته. کاردک لیسه‌مون نوعه، منتها وقتی بتونه میندازیم ببینید قشنگ مشخصه. خط بتونه به این شکل روی کار میمونه و باعث میشه یه خطایی برجسته روی کار ایجاد بشه که تو اینجور مواقع اگه شما بیاید همچین کاری رو رنگ بزنید کارتون به جای اینکه خوب بشه برعکس بدتر میشه و حتی اگه نقاش باشید ممکنه که کارفرما کار رو تحویل نگیره. دلیلش هم چیه؟ دلیلش به خاطر لیسه‌ای که شما تهیه کردید که معمولاً 80 تا 90% مواقع لیسه‌ای که شما حتی نو هم اگه باشه تهیه بکنید این مشکل داره و یا اگه لیستون کهنه هست قبلا استفاده کردید سالم بوده و میبینید خط میندازه به خاطر اینه که شما روی دیوار لیسه کشی کردید بتونه انداختید خورده به میخ یا نمیدونم افتاده زمین مثلا رنگ کف رو تمیز کردید باعث شده که لواهاش زده و زخمی بشه و باعث بشه بتونه‌ای که میندازید جالب در نیاد. حالا چارهش چیه؟ من کارتکمو بذارم. برای اینکه این مشکل رفع بشه میایم چیکار میکنیم؟ از پوستاب یا سنباده، بچه‌ای هم که تفاوت پوستاب و سنباده رو نمیدونن این بالا براشون میذارم تا خیلی بهتر متوجه بشن که بدونن از کدومش استفاده بکنن بهتره. میایم از پوستاب شماره 120 یا 150 بهترینش 150 است منتها چون برای من 120 در عوض کهنه است یعنی همون 150 میایم به این شکل ببینید نه 90 درجه است که من این شکلی بگیرم نه خیلی خمیده این حالتی تقریبا میشه گفت 40 تا 30 تا 40 درجه به این شکل میکشم 3 تا 4 دقیقه ادامه میدم بستگی به اون خطی داره که روی کار ایجاد میکنه اگه زیاد باشه خب مثلا بیشتر باید بزنید اگه کمتر باشه پوستاب کمتری میخواد 3 تا 4 دقیقه که زدید میایید دوباره یه بتونه میندازید ببینید درست شده یا نه اگه درست نشده بود دوباره به همین شکل ادامه میدیم و یه نکته داره تو اکثر مواقع وقتی میایید بتونه میندازیم چون 3 تا انگشتی که پشت لیسه قرار میگیره یا همون 4 تا انگشتی که پشت لیسه قرار میگیره معمولا میاد تو مرکز لیسه چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که این قسمت لیسه یه انحنا ایجاد بشه یعنی به این شکل انحنا ایجاد بشه این وسط لیسه بره داخل برای همین پیشنهاد میکنم وقتی که لیستون خراب شد با دست این کار رو انجام ندید بیایید پوستابتون رو بذارید روی زمین پوستابتون رو به این شکل بذارید روی زمین و لیسه رو 30 تا 40 درجه بگیرید بکشید روی پوستابتون این هم باعث میشه اون انحنای لیسه گرفته بشه و هم این که خیلی تمیز و خوشگل لیسه تو اون زده و زخمیش گرفته بشه من الان اینجا یه لیسه دارم که کهنه است انحناشو ببینید نور ازش رد میشه این قسمت ببینید بچه‌ها نور ازش رد میشه این انحنا داره اون تا این لیسه ای که نو هست اصلا به هیچ عنوان انحنا نداره چقدر عالی این از
پوستاب زدن لیسه کارتک هم بهتون بگم که اونم به چه شکلی بزنید. کارتک معمولا اونقدر سنباده نمیخواد، منتها خب باز خیلی بهتره که به همون شکل سنباده بزنید یا همون پوستاب به همون شکل دقیقا. این قسمتاش هم یه کوچولو بزنید، اینجاش زیاد نمیخواد، این طرف این قسمت و اینجاش. لیسه زیاد نمیخواد، فقط اون زبریش گرفته بشه موقعی که بتونه رو با لیسه میذاره روی کارتکتون بتونه کل اون بتونه‌ای که روی لیسه هست رو برداره. این از کارتک و لیسه. و یه نکته دیگه هم در مورد لیسه بگم و تموم. این نکته آخری که بچه میخوام بهتون بگم نکته خیلی فوق‌العاده عالیه و یه جوری میشه گفت فوت کوزه‌گریه. نکته چیه؟ شما وقتی با لیسه میخواید کار بکنید خیلی بهتره که فقط از یک طرف لیسه برای بتونه زدنتون استفاده بکنید. یعنی چی؟ من الان میخوام دیوارمو بتونه بزنم، خب لیسه دو طرف داره دیگه، یا میتونم از این طرف لیسه استفاده بکنم یا از این طرفش، فرقی نمیکنه. منتها خیلی بهتره وقتی که لیسه رو نو خریداری میکنید و میخواید باش بتونه بندازید مشخص بکنید که من فقط از یک طرف لیسه حق دارم بتونه بزنم. به چه شکلی؟ من الان این لیسه رو که میخوام باش بتونه بندازم مشخص کردم، این دوتا سوراخی که اینجا هست رو میبینید، دوتا یا این قسمت، من اینا رو اینجا نشونه کردم که فقط با این سمتش، یعنی این قسمت ها سمت دیوار باشه، با اینجا بتونه بندازم، این سمتش نداره، یعنی این سمتی که سوراخ داره به این شکل بتونه بردارم و بکشم روی دیوار به این شکل. دیگه این اجازه رو به خودم نمیدم از پشت لیسه استفاده بکنم برای زدن بتونه. حالا دلیلش چیه؟ و پوستاب یا سنباده‌ای هم که میزنید فقط همین قسمت رو بزنید، این سمتش رو نزنید. دلیلش چیه؟ شما به مرور زمان وقتی از لیسه استفاده میکنید یک کوچولو خمیده میشه به این شکل. تو دوربین اگه مشخص بشه یک کوچولو به این شکل خمیده میشه. میبینید؟ شما اگه بیاید از دو طرفش استفاده بکنید، لیسه همین که اون سمتی که کمتر استفاده شده است، چون بالاخره یه سمتش کم استفاده میشه یه سمتش بیشتر، اون سمتی کم استفاده شده یا به اون سمتی که لیسه‌تون خم شده باعث میشه که کارتون خط و خش بیفته. بعد میگید لیسه رو هم سنباده زدم هم نوع بازم خط میندازه. دلیلش چیه؟ این نکته‌هایی بود بچه‌ها که در مورد کارتک لیسه خواستم بهتون بگم. ممنون که تا اینجا با اون همراه بودید بچه‌ها. فقط این که سابسکرایب یادتون نره، یک کامنت خوشگلم برامون بذارید و لایک ویدیو. فعلا کجا بودی؟ مغازه چیکار؟ رفتم کارتک لیسه رو پس دادم دیگه. رفتی اینو دادی؟ آره. این همه توضیح دادم پس چی؟ من توضیح میخوام چیکار؟ من پول میخوام. چیه؟ بیا. 1000 تومان.